بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين، أرسله الله رحمة للعالمين. وأشهد وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم با قسمت دوم از برنامه انس جدید، انس با قرآن. در این برنامه به حول قوه الهی همطور که وعده دادم با تلاوت‌های زیبایی که توسط قراء مختلف به آن گوش میدیم، میشنویم و سعی میکنیم با همدیگر این آیات رو، این تلاوت رو به گوش جان بسپاریم، از دل و قلب اون رو بشنویم. سعی میکنیم اون رو کمی در آیاتش تدبر و تفکر کنیم، ببینیم چی میفهمیم از این آیات، از این پیام الهی. و همچنان که میدانید سوره فاتحه اولین و مهمترین دریچه قرآن و اولین و مهمترین پیام الهی به بشریت هست در قرآن کریم. و لذا سوره فاتحه یعنی فاتحه الکتاب یا یعنی مقدمه قرآن یا ام الکتاب نام گرفت، یعنی مادر و اساس و ریشه قرآن. این سوره بسیار مهمه، بسیار اهمیت داره و لذا جالب اینجاست که ما همیشه در نمازهامون و در هر رکعت نمازمون آن را میخوانیم. بهتر است که این سوره را خوب تلاوت کنیم و خوب بفهمیم و امیدواریم که با تکرار این مسئله بینندگان عزیز با بنده همراه باشند تا اینکه بدونیم آیا واقعا میتونیم از سوره فاتحه یا سوره ام الکتاب، سوره حمد، اون چیزی که لازم هست استفاده ببریم و متأثر بشیم به این سوره مبارک. با یک نشید زیبایی که درباره اهمیت قرآن و با قرآن زیستن هست این موضوع را انشاءالله امروز دوباره پی میگیریم. نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام
بله، با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و شبکه جهانی نور با برنامه انس با قرآن در خدمت شما هستم و میریم سر تلاوت زیبایی با صوت قارئ مشهور شیخ محمد صدیق منشاوی رحمت الله علیه در سوره فاتحه. این سوره را از تلاوت شیخ منشاوی. این تلاوت زیبا را از قاری مشهور محمد صدیق منشاوی رحمت الله علیه شنیدیم. ببینید، یکی از مسائلی که قرآن میشه با اون انس گرفت و ارتباط برقرار کرد گوش جان سپردن است. با خودمون به عنوان یک مسلمان بنشینیم کمی فکر کنیم. 24 ساعت شبانه روزمون چقدر برای قرآن وقت گذاشتیم. وقت گذاشتن به این معنا نیست که شما از کار زندگی بیکار بشی، از خوابت بزنی، هرچند که کارها باید صورت بگیره در مراحل پیشرفت، در مراحل کمال. ولی بحث من اینجاست، ما از مقدمات خیلی آسان، از راههای بسیار ساده استفاده میکنیم، گام به گام با هم میریم جلو. ما میتونیم خیلی راحت روزی 20 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت به اندازه توانایی و همتمون با قرآن، محبتمون با قرآن، اعتقادمون به قرآن براش وقت بذاریم. برای حداقل اگر قرآن بی سوادیم، قرآن خوندن بلد نیستیم، اگر به مکتب خونه نرفتیم، اگر پای ملا ننشستیم که ازش قرآن بیاموزیم، اگر خوندن و نوشتن بلد نیستیم، اینا همه یک طرف، عذر نیست. در حالی که الان اکثر مردم این عذرها را ندارن، چون الحمدلله سواد و معلومات خواندن نوشتن اکثر مردم بلدن. اکثر مردم در محله هاشون مسجد و مکتب قرآن هست. اکثر مردم راههای آموزش قرآن رو بلدند. بنابراین توصیه بنده اینه که خواهش میکنم تماس برقرار نکنید با این شماره واتساپ هست، همون که دقت میفرمایید. شما لطف کنید با این شمارهتون فقط پیام بفرستید، من در خدمتتون هستم. سوالای شرعی هم نکنید، چون برنامه فقه نیست، برنامه آشنایی با قرآنه. شما لطف کنید تماس بگیرید، شماره تماس بذارید لطفاً. اگر کسی میخواد مشارکت کنه اتاق فرمان، لطفاً شماره تماس بذارید تا اینکه دوستان بتونن که اگر خواستن تماس بگیرن و در زمانی وصلش کنید که این دوستان بخوان درباره همون موضوع قرآنی هم زیرنویس کنید، معنای صراط مستقیم، که ما میخوام از خلال این آیات با همدیگه باش آشنا بشیم. بحث تفسیری نیست، بحث اینه که ما حداقل چطور میتونیم خودمون به قرآن نزدیک کنیم. قرآن صراط مستقیمه، نماز صراط مستقیمه، عبادت ها صراط مستقیمه، هر چی در دنیا خدا دوست می‌دارد صراط مستقیم است.
دین و شریعتش صراط مستقیمه، ایمان به آخرت صراط مستقیمه. تمام اون چیزی که فکرش میکنید خداوند در آن ثواب نوشته، اجر نوشته، یعنی میخواد شما رو به اون طرف بکشونه، شما را به اون راه فرا بخواند. اینو بهش میگن صراط مستقیم. این مختصر تفسیری است که از جمله تفاسیر مفسرین و شارحان قرآن کریم برداشت میشه. صراط مستقیم 45 بار در قرآن کریم تکرار شده. 2 بارش در سوره فاتحه است. دقت کردید؟ 2 بارش در سوره فاتحه است. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، که صراط دوم تفسیر صراط اول است. تفسیر صراط اول است. و همچنین در سوره های مختلف اگر دقت کنید، هذا صراط علی مستقیم، هذا صراط علی مستقیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید این راهی است که به طرف من میاد. جای دیگه از کفار عن الصراط لناکبون، کفار چی کارک میکنند؟ از صراط مستقیم روگردانند، سرگردانند، حیرانند. عزیز دلم، برادر مسلمان، خواهر محترم، قرآن یعنی اسلام. قرآن یعنی اسلام و اسلام یعنی قرآن. با قرآن انس بگیر، با قرآن آشنا شو، با قرآن زیست کن، زندگی تو شروع کن و ادامه بده، میشی مسلمان خوب. حالا چطور؟ گامه هایی که اینا شعار نیست، خیلی راحت و قابل فهم هست. اگر از قرآن دور شدیم، اگر با قرآن قهر کردیم، اگر قرآن را نمیشناسیم، اینه که قرآن را الان دوباره به دست بگیریم. اگر نمیتونیم بخونیم، حداقل تلاوت‌های مختلف را گوش بدیم و با خودمون فکر کنیم چطور میتونیم این تلاوت زیبا من هم داشته باشم، من هم اینطوری قرآن تلاوت کنم، من هم از فهم قرآن، از تلاوت زیبای اون لذت ببرم، آرامش بگیرم، قلبم آرام شود، بتوانم با این آرامش زندگیم را به آرامی در لطف و رحمت الهی ادامه بدم. قرآن مبارک هست و هذا کتاب مبارک انزلناه. کتاب مبارک یعنی برکت درش هست، برکت روحی، برکت معنوی، برکت حسی، همه جور برکت. برکتی که میشه با اون از تمامی غوغاها و چالشها و مشکلات دور شد و آرامش رو به دست آورد، چیزی که اکثر مردم از آن مینالند. بهتر است که من زیاد صحبت نکنم، میریم سر تلاوتی دیگر، اما این بار با صوت یک شخصیت دیگر که شاید برای خیلی ها ناآشنا باشه. از اتاق فرمان میخوام اینو تلاوت بذارم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین لا إياك نعبد وإياك نستعين إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا علي. این یک بچه مسلمان با استعداد که از همون طفولت با پدر و مادر خوبش دستشو گرفته در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم قرآن میآموزد. درسته ممکنه اون لحن کودکانش اجازه نده اون صفات، اون مخارج، اون دقت رو در تلاوت داشته باشه، ولی باور کنید لذت و شیرینی که در این تلاوت کودکانه هست
در خیلی از چیزهای دیگه نیست. متاسفانه امروز بسیاری از جوانان ما، بسیاری از خواهران و برادران ما، بچه های ما رو آوردن به موسیقی، به دانس، به آواز و آهنگ های ناهنجاری که همش تیره های شیطان است، سهم من سهام ابلیس. پس بنابراین دقت کنیم. اگر ما سعادت میخواهیم، اگر آرامش میخواهیم، اگر که گشایش در زندگی میخواهیم، اگر حل مشکلات میخواهیم، اگر میخواهیم زندگیمون رو به راه باشد، خدا ازمون راضی باشه، بگذارید با قرآن باری دیگر انس داشته باشیم، آشنا شویم، الفت برقرار کنیم، رابطه را تنگاتنگ در هر صبح و شب داشته باشیم. خب صراط، من منتظرم اگر دوستان عزیز معنای صراط را در قرآن کریم بله بفرمایید آقای محمد، بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه انشاءالله. وقت شما هم بخیر، ممنونم. قرآن خودش صراط مستقیم رو هم شما اشاره کردید، فرمود صراط الذین انعمت علیهم، بعد همین انعمت علیهم رو هم در یک آیه دیگه معنا کرده، الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. بله. نکته بنده در اون مستقیم هست، یعنی کسایی که در این راه قرار میگیرند و استقامت دارند. چون که آیه شریفه می‌فرماید که و ان لو استقاموا تتنزل علیهم الملائکه و ادامه آیه. سوالم این بود که آیا صحابه مکرمی که خداوند متعال اعلان رضایت کرده فرمودت رضی الله عنهم و رضوا عنه، آیا از این صحابه کسی بود که تا به آخر استقامت نداشته باشه؟ و آیه مطلق هست، یعنی هم شامل کسانی هست که تا آخر استقامت داشتن و هم شامل کسانی هست که استقامت نداشتن، یا نه فقط اون عده‌ای رو می‌فرماید که تا به آخر استقامت داشتن در صراطی درست بود؟ بله. شما تعریفتون از صحابه کیه جناب آقای محمد؟ صحابی اتفاقا سوال خوبی رو فرمودید. صحابی دو نوع هست. یک نوع که حالا شما می‌فرمایید که مثلا کسی که مصاحب پیامبر بوده و بعدا یک تعریف دقیق‌تر و ریزتری هم هست که یعنی تا به آخر عمر هم بر همین صراط بوده باشه. ولی اونی که عموما استفاده میکنه یعنی کسی که مصاحب پیامبر بوده و مثلا روایتی رو شنیده و نقل کرده. حالا شما بفرمایید با کدوم معنا، آیا شامل همه صحابه هست این آیه که صراط مستقیم میفرماید، یا نه صحابه‌ای که تا آخر عمرشون بر اون صراط باقی بودن و به خطا نرفتن؟ حالا این شما باید توضیح بفرمایید. آقای محمد، این یک بحث تقریبا میشه گفت انحرافی است در موضوع، به خاطر اینکه صراط مستقیم همونطور که شما فرمودید در قرآن کریم 45 بار تکرار شده. بحث درباره به چالش کشیدن راه‌های انحرافی و فقط یک راه را به سوی خدا مشخص کردن که اون راه توحید و بندگی است. درسته یا نه؟ قبول دارید اینجا؟ اینو قبول دارید؟ توحید ندارم. بله، توحید و بندگی خداوند یکتا بر مبنای ایاک نعبد و ایاک نستعین، چون سرچشمه هر نوع توحید و بندگی اخلاص هست و کمال عبودیت، کمال تسلیم در مقابل الله سبحانه و تعالی. با من اینجا هستید؟ بله بله بله. خب تعریف اهل سنت از صحابه اینه که شما اگر به کتاب مصطلح حدیث یا رجال علم حدیث مراجعه کنید، کاملترین تعریف صحابی را امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه ارائه داده. فرموده که من رأى من لقیه، با لفظ ملاقات اومده نه دیدن، چون رویت شرط نیست، من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مؤمنا به و مات علی ذلك و مات علی ذلك. تعریف این تعریف معناش اینه که کسی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال ایمان ملاقات کرده، بهش ایمان آورده، یعنی شخص مسلمان و مؤمن بوده و بر این ایمان هم از این دنیا رفته، این میشه صحابی. که ما اهل سنت و جماعت معتقدیم که تمام کسانی که پیامبر را ملاقات کردن بر ایمان، اجازه بفرمایید، بر ایمان، نه در اسلام،
بر ایمان ملاقات کردن اونا صحابی هستند. تمام کسانی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشرة، سعید، ابو عبیده، طلحه، عبدالرحمن بن زبیر و دیگر صحابه های مشهور، همه اینها صحابه هایی بودند که مؤمن بودند به الله و رسولش و به قرآن کریم و به آخرت و بر ایمان هم استقامت کردند تا آخرین رمق جانشون، و لذا اینها همه اهل استقامت بودند، همه بر صراط مستقیم بودند. و لذا رسول الله علیه السلام فرمود که علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، یعنی بر شما الزام هست که از سنت من و سنت خلفاء راشدین که همون در 30 سال اول خلافت بعد از پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و علی کلا رضی الله تعالی عنهم اجمعین 30 سال خلافت کردن، اینا میشن خلفای راشدین. آقای احمد بفرمایید. الو، بفرمایید برادرم. سلام علیکم. علیکم درود بر شما و برنامه زیبا و برنامه دلنشینی که شبکه نور جدیداً شروع کرده و باعث شده نور و امید و صدای قرآن در خونه های ما شنیده بشه. من موضوع خیلی خوبی هم انتخاب کردید جناب آقای مولایی. مسلما شناخت صراط مستقیم لازمش اینه که ما رهروان این صراط مستقیم هم بشناسیم. درسته. همچنان که اون حدیث از پیامبر عظیم الشأن رو روایت کردید. بلا شک رهروان این از جمله افرادی که رهروان اصلی این صراط مستقیم هستند صحابه پیامبر هستند. صحابه‌ای که در زمان حضور پیامبر همراه ایشان بودند، بعد از ایشان تبیین کننده راه ایشان بودند. سوالی که در ذهن من هست اینه که ما همچنان که آیاتی رو در قرآن میبینیم که خداوند از صحابه پیامبر راضی است و خب پیامبر هم از اونا راضی است، مقابلش آیاتی هم داریم که در اونجا افرادی که هم مصاحب پیامبر بودن و خودشون هم مسلمان معرفی میکردن و حتی بعضی از نقل تاریخ با مسلمان از دنیا رفتن ولی منافق بودن و شاید مصادیق منافق بودن بر آنها صدق میکنه. لطف بفرمایید شما 4-5 نفر از این صحابی که زمان پیامبر بودن و آیات منافقین بر آنها میتواند صدق کند رو، اونها رو اگر اسمش رو نام ببرید ما با اونا آشنا میشیم. و اگر لطف بفرمایید به این سوالم جواب بدید که تعریفی که از صحابه الان ذکر کردید از علمای بزرگوار، این تعریف بر منطق قرآن هست یا نه؟ از کجای قرآن ما میتونیم معنای صحابی که الان به آن قائل هستیم رو ما بتونیم استنباط کنیم؟ چون معانی متعددی برای صحابه گفتن. یک بار ما میشنویم صحابه رو تعریف میکنن هر کسی که ولو یک ساعتی ولو یک لحظه هم مصاحب پیامبر بوده. تو بعضی از تعاریف میبینیم که صحابه را تعریف میکنن به همان معنایی که شما الان تعریف کردی که هم ملاقات با پیامبر بوده، همزمان با پیامبر بوده، درک کرده و با ایمان به اسلام از دنیا رفته. و حتی من تعریف جدیدی هم شنیدم که صحابه را به این معنا کرده به اضافه سخن شما به این مطلب که روایتی به دروغین به پیامبر انتساب نکرده باشه. من فکر میکنم اگر زمان بگذرد موارد مختلفی به این تعریف صحابه اضافه خواهد شد. تعریفی که از صراحت قرآن، چون ما میگیم قرآن برای ما کافیه دیگه، یا حدیث صحیحی از پیامبر که در کتاب‌های صحیح آمده باشه برای ما بیان کنید. چشم. این بحث نیا کنید، بحث رو ما رو برمیگردونه به تاریخ، بحث ما رو برمیگردونه به این که ما برمیگردیم به صدر اسلام، برمیگردیم به حاملان قرآن، کسانی که با اون دل پاکشون، با اون ایمان راسخشون قرآن را برای ما امانت آوردن. قرآن که در عصر رسول الله علیه السلام دست نویس نشد که نسخه های دست مردم باشه و صحابه و تابعین در این مرحله همه قرآن را از دهن به دهن، سینه به سینه حفظ می‌کردند و این یکی از معجزات قرآنی بود. نیا کنید شناخت منافقین در عصر پیامبر برای فهم امروز جامعه از باب صفت مهمه
که بله چه صفتی داشتن. اونجا بحث دیگری هست. ما در عظمت نبوت روزهای یکشنبه عصر روز یکشنبه ما اونجا بررسی کردیم در خلال سوره احزاب و امثال اون صفات منافقین که در وقت خوشحالی، در وقت سختی، در جنگ، در نبردها، در الی آخری چطوری برخورد میکنن. صفات منافقین قرآن روش تکیه کرده. اما افراد منافقین، این که ما بدونیم عبدالله بن ابی بن سلول یا چند نفر دیگه در مدینه اینا منافقین هستن، شناختشون به اسم و نام و نشان زیاد مهم نیست، چون اونها دیگه از این دنیا رفتن. نه ما میتونیم اونها میتونن تأثیر بذارن روی ایمان ما، نه میتونیم ما اونها را هدایت کنیم. اونها عصرشون تموم شده. بنابراین درس و عبرت‌های قرآنی را باید بررسی کرد. ببینید بله، درس و عبرت‌های قرآنی به اینجاست که قرآن اومده این هم از منافقین صحبت کرده، اسم یه نفر رو نبرده، چون صفات منافقین هست که داره تکرار میشه. اون کسانی که امروز بعد از این همه تلاش و زحمت ها دارن از سفره دین نان میخورند به نام دین، در حالی که به خلق خدا بیگانه هستند، خدمت مردم نمی کنند، مردم رو دارن در ظلم و ستم قرار میدن، مردم در تنگناهای اقتصادی و چالش های سیاسی قرار میدن، اونا میتونن منافق باشن، هیچ شکی درش نیست. اما کسانی که دست به خدمت مردم هستند، از مال خودشون که هیچ، از مال بیت المال که هیچ، از مردم هم حمایت میکنن تا حدی که توان داشته باشن، اونها راستقامتان هستند و کسانی هستند که بر صراط مستقیمن. کسانی که از خودشون، از جانشون، از مالشون، از وقتشون، از زندگیشون سرمایه میگذارن برای اینکه مردم در آسایش باشن، اینا بر صراط مستقیمن. درسته یا نه آقای احمد؟ آقای عیسی بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید برادرم. ببخشید من از شما یه سوال داشتم راجع به بحث همین دین که میفرمایید. بله. من خواستم ببینم که دین ما مسیحیت چه اشکالی داره که شما دین ما رو کفر و گمراهی و ضال و مضل و اینها میدونید. اشکال این دین ما آخه چیه که شما اینقدر اکراه دارید نسبت به دین مسیحیت و این که میگید که مسیحی ها همشون کافرن و نجسن و این حرفا؟ اصلا نه، ما نگفتیم آقای عیسی ما اولا نگفتیم کافر هستید و نگفتیم شما نجس هستید، ولیعاذ بالله. ما قرآن داریم، بر مبنای قرآنمون و دین و شریعتی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برام آورده، عیسی را دوست داریم که هیچ، ایمان بهش داریم به عنوان یک پیامبر آخر زمان قبل از پیامبر اسلام، قبولش داریم. کتاب انجیل را به عنوان کتاب آسمانی قبول داریم. اما اون چیزی که امروز نمیپسندیم انحرافاتی است که در خط مسیحیت به وجود اومده. به جای اینکه خدای عیسی را بپرستند، عیسی را میپرستند. به جای اینکه رو به خدای عالمین بیارن، به فرزند اون فرزند خوانده‌ای که مسیحیان معتقد هستند، ولی یعذ بالله ما معتقد نیستیم. قرآن میفرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این کفر اعتقادی است. پس بنابراین ما میگیم که شما اهل کتاب هستید، با شما یک حداقل مبدئی داریم برای اینکه از اونجا شروع کنیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. ما و شما به عنوان مسیحیت، یهودیت، اعتقاد به الله رب العالمین که فرمان روای و مالک و خالق و مدبر کائنات همه دنیا هست، یک مبدأ داریم. اگه اینطوره ما عبادت، کفر دین ما کجاست؟ کفر شما در شرک در ربوبیت. شما مسیح را به عنوان خدای دنیا قبول دارید، درسته یا نه؟ خب این نکته انحرافه، این اصل نکته انحرافه. من حرفم اینه، ببینید الان دین اسلام دین خشونته، دینیه که با جنگ و کشتار و تجاوز به ناموس مردم و قتل و با حقخوری و با همه اینها الان دین رو شما به گرده مردم گذاشتید و دارید ازشون سوء استفاده می‌کنید. آقای عیسی کی گفته اینهایی که به این کارها مرتکب شدن اهل اسلام هستن؟ الان عربستان، یمن، عراق، سوریه، اینا کشورهای اسلامی هستن یا نیستن؟ کشورهای اسلامی هستن. ما میگیم که این خط انحرافی، اینا مسلمان هستن یا نیستن، یا اینا همشون کافر و مسیحی و یهودی هستن؟ اینا با هم مکسن، یعنی همون یمنش، همون سوریهش، همون عراقش، همه ملت ها درش هست. مسیحی درش هست، یهودی درش هست، مسلمان درش هست، نمیدونم کلیمی درش هست، ادیان دیگه درش هست، مذاهب مختلف درش هست. اینجا چالش های دیگری وجود داره. اون چالش های سیاسی هست که ما و شما به عنوان دو به اصطلاح شخص تفسیر کردنش
و اون را بر دین تحمیل کردن اصلا اشتباه است. شما اگر اینطور بگید به یوگسلاوی قدیم چرا بر نمیگردید؟ چطور مثلا کروات ها بر علیه مسلمان ها اونطور قتل عام به وجود آوردن؟ ما نمیخوام که الان یک بحث سیاسی اینجا آغاز کنیم. ما میگیم که آقای عیسی، ما از شما میخوام که بیاد سوره فاتحه رو، همین سوره‌ای که الان داره تلاوت میشه، بشنوید، موبایلتون رو باز کنید. من از شما به عنوان یک محقق، یک انسان روشنفکر، یک انسانی که آزاد هستی، دوست داری که همه چیز رو بشنوی، اون خودت انتخاب کنی، چون ما نمیخوایم فکر را بر کسی تحمیل بشه. بر گرده کسی هم شلاق نمیذاریم. هیچ کس رو دوست نداریم که به زور فکر و عقیده ما را بپذیرد. قرآن به ما میگه لا اکراه فی الدین، هر کی میخواد آزاده. ولی بحث اینجاست که به همدیگه تحمیل نکنیم، به همدیگه اهانت نکنیم، ادب و رعایت کنیم، از همدیگه بخوایم که گفتمان آرامی داشته باشیم. همونطور که شما فرمودید، منم حق دارم که هر جواب بدم و شما هم حق دارید که بشنوید و برید دنبالش، یا که نرید. شما آزادید در هر حال. ممنونم از تماستون آقای عیسی. بله. خب ما یه تلاوت زیبای دیگر از حرم مکی این بار بشنویم. اجازه فرمایید با صوت قاری مشهور شیخ محمد ایوب رحمت الله علیه این تلاوت رو پخش کنم. و این تلاوت زیبا را که شنیدید با صوت قاری معروف امام حرم شیخ محمد ایوب رحمت الله علیه بود که در حرم مکی تلاوت میکرد. من از همه دوستان عزیزی که با من هستند در این برنامه، بینندگان عزیز، میخوام که حتما تلاوت های مختلف را بشنوند تا بدونن که قرآن از چه معجزه‌ای برخوردار هست. این معجزه صوت و ترنم و خوش آوازی با قرآن را فراموش نکنیم، به خاطر اینکه قرآن همونطور که با عبارتهاش نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، با تلاوت با ترنمش هم نازل شده است. و یکی از تلاوت‌های زیبای اون شیوخ معاصری که قرآن را تلاوت کرده اند، من در اینجا باز میارم و سعی میکنم که انشالله از اتاق فرمان وقت بگیرم برای پخشش، و اگر بیننده پشت خط هستن میتونید تماسشون رو وصل کنید. بله آقای غفور بفرمایید. السلام علیکم استاد ملایی عزیز، احوال شما؟ سلامت باشید، ممنونم برادر عزیز. بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ الحمدلله. استاد ملایی عزیز، این مشکلی که امت اسلامی الان گرفتاره همین موضوع برنامه شما. بارک الله فیک. صراط مستقیم رو مسلمان ها گم کردن. اگر مسلمان ها میدانستن که صراط مستقیم همان صراط اسلامی، اینقدر پیروی از غرب نمی کردن. الان جوان ها تمام زندگیشون پیروی از صراط غرب شده. صراط مستقیم اسلام رو کنار گذاشتن. شما از همه مسائل بگیر تا کوچکترین مسائل. این مشکل جوان ها اگر صراط اسلام و این وظیفه شما شبکه‌های توحیدی که صراط مستقیم رو به مردم نشان بدهید. استاد عزیز، من یک سوال هم در همین زمینه داشتم، اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید. حالا سوالشو با شرمندگی میپرسم، ولی چون مبتلا به جوان ها از سوال میکنن از ما، بالاخره محل رجوع هستیم، سوال میکنن، من از شما اطلاع میگیرم. اینکه
تشبه به کفار، همین صراط مستقیم هم ارتباط داره. تشبه به کفار که جوانها میکنن در تمامی مسائل. شما ببینید در مسائل شخصی و زناشویی هم مثلا اون رفتارهایی که غرب‌ها در فیلم‌های خودشون دارن، اون مثلا پوزیشن‌های داگ استایل و اینا رو تبعیت میکنن، اینا رو یکسانسازی میکنن، شباهت به اونا، از این پوزیشن‌ها استفاده میکنن. این تشبه به کفار در داگ استایل و اینها، این حرام هست یا خیر آقا؟ بله، ممنون از تماستون آقای عبدالغفور برادر عزیز. نیا کنید آقا علی هم بدید، بعد پاسخ میدیم ان شاء الله. چشم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز. استاد مولای خسته نباشید. سلامت باشی برادر عزیز، بفرمایید. استاد مولای من یه دونه سوال داشتم با آخرش یه مطلب کوتاهی را اگر اجازه بدید. بفرمایید. در خدمتم. استاد یکی این توپ من برام این است که در سوره نحل آیه 44 میتونید بیارید یا اینکه من بخونم؟ بفرمایید بگید آیه را بخونید مقدار. بله. نحل آیه 44 میگه بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. میگه ما این قرآن رو، ذکر همون قرآن است، بر تو یا رسول الله نازل کردیم تا تبیین کنی برای مردم. خب پس معلوم می شود که آنچه که خود پیغمبر قطعا که در کنار آیات الهی در خود قرآن درسته؟ بله آنچه که پیغمبر تبیین کرده ما میگیم که نقله. ولی اون کارشناسانی که میگن که فقط قرآن کافی هست، یعنی برداشت ما از همه انسان ها میتونن از قرآن برداشت کنن، این حرف اشتباهیه. درسته. ما قرآن رو بخوایم معنای واقعی بدانیم و مقصود خداوند رو حقیقتا بفهمیم، باید قرآن رو با تبیین پیغمبر، آیات الهی به اضافه تبیین پیغمبر. در حالی که مثلا ما از برخی از کارشناسان میشنویم که میگن بله آقا همه میتونن از قرآن خودشون متوجه بشن، نیاز به تفسیر نیست، نیاز به اینه. این یه مطلب. اجازه بده مطلب دوم کوتاه بفرمایید. مطلب دوم که استاد مولای الان من از شما آیا شما این آقای شایان مطلق اهانت کرد به مقدسات آیا به عنوان کارشناس دعوت میکنید تو شبکتون؟ قطعا نه. چرا؟ شما اصلا قبول ندارید. درسته. اون آدم رو محکوم میکنید به خاطر البته اگر فرصت توبه بهشون میدیم، فرصت توبه بهشون میدیم، چون هر انسانی ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه حتی کفرم بگه، شرکم بگه که این شخص مرتکب شده، ولی به هر حال راهی براش هست که اگر بخواد واقعا توبه کنه جای توبه هست. سال حرف شما، اما اگر تو همون موضع خودش باشه شما به عنوان کارشناس دعوت میکنید؟ البته که نه. البته که نه. من تعجب میکنم چرا شبکه‌های توحیدی بیاد آقای روح الله زم رو دعوت کنه که ایشون به حضرت عمر و حضرت عمرو توهین کرده و از موضع اولش هم پناهگشته، چرا اینو دعوت کنه که یه بعد از هیچ کندی هم برای ما باشه؟ خب این دیگه از خودشون بخواید، یعنی از کسانی که دعوتشون کردن آیا در شبکه نور دعوت شدن؟ نه من همین شبکه‌های توحیدی رو با هم میدونم، میخوام نه خیر، شبکه‌های توحیدی هر کدوم خط مشی خودش رو داره. من اینجا اعلام میکنم شبکه‌های توحیدی از مبنای اصلی، بله ما همه اهل سنت هستیم، ولی ممکنه که گرایش‌های سیاسی هر کدوم جدا باشه، گرایش‌های فکری جدا باشه. ما در شبکه جهانی نور معتقد هستیم که این منبر اهل سنت و جماعت است و کسی که میخواد اینجا تریبون به دست بگیره باید حتما همخوانی داشته باشه با عقاید اهل سنت، با فرهنگ اهل سنت، با فرهنگ قرآن سنت آشنا داشته باشه. احسن استاد، این نظرتون کاملا منطقی. پس چرا این شبکه کلمه دعوت؟ من با استاد شما از خودشون بپرسید. ما در مقابل عملکرد دیگران مسئول نیستیم، فهمیدید؟ چون ما نه در شبکه‌های دیگه دخالت داریم، نه باشون همکاری داریم و نه ازشون میخوام که چه برنامه بذارن یا نذارن. بله بین ما برادرانه نقد و انتقاد هست، ولی دخالت در کار هم دیگه نداریم. ممنون از بله نیست استاد؟ بله
پس مسیرتون یکی نیست، مدیریت یکی نیست؟ نخیر مدیریت یکی نیست. ممنونم برادر عزیز. مدیریت ممنونم از تماستون. یه تلاوت زیبای دیگه از سوره فاتحه بشنویم با صوت زیبای شیخ حذا البلوشی اهل امارات. بینندگان عزیز، همونطور که متوجه شدید موضوع را هم اتاق فرمان زیرنویس کنن تا اگه کسی میخواد تماس بگیره یا اظهار نظر داشته باشه درباره موضوع برنامه. نگاه کنید صراط مستقیم که قرآن بارها و بارها به اون اشاره کرده. صراط در قرآن کریم 45 بار اومده و هر بار اشاره کرده اشاره به این مبدأ هست که یه راهی به سوی خدا هست. این راه را نباید اشتباه رفت. این راه را باید درست رفت. این راه را چطور باید رفت؟ همونطور که برادر عزیزمون آقای عبدالغفور، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، آقای علی از ایران در توجیه و تفسیر آیه 44 از سوره نحل فرمودند لتبین للناس ما نزل الیهم. لتبین یعنی ای تو رسول خدا صلی الله علیه و سلم تبیین کنی، و تبیین یعنی روشنگری، بفهمانی. چون خیلی از این آیات شاید هر کس چیز ازش برداشت کنه، در حالی که بهترین کسی که از قرآن فهم کرده، برداشت کرده و فهمیده خود رسول الله علیه السلام بوده که قرآن اولین بار برش نازل می شده. بهترین کسی که کاملا به قرآن عمل کرده خود شخص رسول الله علیه السلام بوده که مکلف بوده به آیات وحی و ایشون نیز مکلف شده که اینو بیان کنه. اون بیانهای رسول الله علیه السلام در کجاست؟ در حدیث صحیح هست. چون حدیث هم ممکنه که حدیث باشه که موثوق نباشه، صحت نداشته باشه. حدیثی که صحیح هست نسبت به رسول الله علیه السلام، اون را در کنار قرآن قرار میدیم تا اینکه قرآن واضح و روشن بشه. در مجموع تفاسیر آمده است که روز رسول الله علیه السلام در جمع صحابه نشسته بود. چند لحظه فقط اجازه بدید. چوبی را برداشت و در روی زمین یک مربعی کشید و سپس خطی از میان آن مستقیم کشید و در اطراف آن خطهای دیگر. سپس فرمود که این را خط که میبینید این دنیاست، این چارچوب دنیاست و شما در این میدان زندگی میکنید و اون خط مستقیم همون دین خداست. راهی است که خدا پسندیده. در این دنیا باید برای این خط حرکت کرد. این راه را انتخاب کنید، شما رو به بهشت میبره. اون راههای فرعی را میبینید، اون راههایی است که بر هر کدوم از اون راهها شیطانی نشسته است. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم تفسیر از شیطان کرد، چون هر چیزی که به بیراهه بکشه میشه شیطان. امروز سکولار یک شیطانه، امروز نمیدونم هر خط فکری که غیر اسلام باشد میشه یک شیطانی که به غیر اسلام فرا میخواند. صراط مستقیم صراط واضح و روشن است، واضح و روشن مثل روز روشن. یکی از خطبه های مشهور اینه که ترکهم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم امتش را بر راه بسیار روشن قرار داده و اونها را رها کرده که روز و شبش یکیه، شب ندارد، همه اش روز است. امت اسلامی اگر که با قرآن و سنت و پشت سر علمای ربانی حرکت کنند، از اونها فکر بگیرن، از اونها فتوا بگیرن، از اونها دستور عمل زندگی بخواهند، مطمئن باشید که اونها چه اصلا
در صراط مستقیم حرکت میکنند. ولی اگر بخواهند به دنبال افرادی باشند که دنبال هوا و هوس خودشون هستند، کسانی که هنوز تلاوت قرآن زیبا بلد نیستند، کسانی که هنوز مصطلحات دینی را خوب بلد نیستند و نمیدونند تفسیر کنند قرآن را یا شرح حدیثی بدهند یا بین حدیث را با هم دیگه جمع کنند، مسلما اینا نمیتونن دیگران راه هدایت کنند، خودشون بر صراط مستقیم هنوز نیستند. اگر تماسی هست بس بفرمایید. آقای سجاد بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. ممنونم برادر، بفرمایید. موضوع سوالتون صراط مستقیم، معنی صراط مستقیم. درست. روایتی در منابع شیعی و منابع برادران تسنن آمده است به این مضمون. بله. پیامبر می‌فرماید از صراط و صراطان. بله. صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. بله. اما صراط الدنیا فهو علی ابن ابی طالب. بله. و اما صراط الاخره فهو سفر جهنم. نکته جالب حدیث اینجاست: من كتب له علی علیه السلام الجوار جاز له صراط الاخره. یعنی صراط واقعی اطاعت است، ولایت است، اطاعت است، علی علیه السلام است و هر کس در دنیا از این مسیر اطاعت کنه لباس عبور جهنم رو هم خواهد داشت. و اینجا رو داشته باشیم آقای سجاد، اینجا رو داشته باشیم. شما این یک شعاره، این یک شعاره، یک حرفه. چطور از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه به عنوان صراط در دنیا استفاده میکنید؟ چطور استفاده میکنید؟ توضیح بده برای من. وصلش کنید، مشکل نداره. اتاق فرمان. آقای سجاد. الو. بله بله. من از شما میپرسم، این شعاره، این حرفی درش نیست. هر چیزی که شما را به راه راست هدایت کنه همون راه خداست. ما علی الراس و العین قبول داریم که حضرت علی ابن ابی طالب سیدنا رضی الله تعالی عنه و ارضاه، همچنان که ابوبکر و عمر و عثمان سیدهای و اشراف به اصطلاح صحابه بودند و همه بر صراط مستقیم بودند. تفسیر شما اینکه فقط علی ابن ابی طالب مختصر میکنید از دیگران چیه؟ چرا؟ فرقشون اینه چون ما در مبنای شیعه علی علیه السلام را معصوم میدانیم و شما در مبنای اهل سنت ابوبکر عمر را احتمال خطا میدید. وقتی اونجا احتمال خطا هست در موارد خطا صراط مستقیم نیست. اما فرض ما این است امام علی علیه السلام معصومه، ضریب خطا صفره، یعنی احتمال اشتباه رفتنش صفره. به این دلیل اطاعت از امام علی عین اطاعت از قرآن است. خب حالا بیام رو میدان عمل. یا که اطاعت از علی این یک شعاره. شما چطور میخواید؟ آیا علی ابن ابی طالب از شما خواسته که بارگاه و امامزاده بسازید؟ مثال میزنم. آقای مولا، من یه سوال کردم، اینو بهتون بر نخوره آقای سجاد. من فقط میخوام توضیح بدم یه سری مسائل اجرایی و عملی. امروز من و شما دو ایرانی هستیم، درد ایرانیان را میدونیم، درسته؟ بیام رو واقعیت امر. میلیاردها تومن روانه مرقده هایی میشه که میگن اینجا بارگاه امامزاده هاست، درسته یا نه؟ اون وقت این پول ها جمع میشه، به درهای طلایی تبدیل میشه، روانه کربلا و نجف و جاهای دیگه میشه، در حالی که ملت داخل ایران در همون فقیر فقرای ایران ما دارن کلیه ها را میفروشن، دارن نمیدونم خانه هایشون رو به امانت میگذارن تا اینکه بتونن بچه هاشون رو نجات بدن، در مدرسه، دانشگاه، نمیدونم شفا بدن، علاج بکنن. آیا این روش و منش ولایت علی ابن ابی طالبه؟ این روش شما همون چیزی که ازش میخواهید؟ آقای مولایی خدمتتون عرض کنم، خواهش میکنم بحث رو به سمت عقده‌گشایی نبرید. نه این عقده‌گشایی نیست. من اصلا قصد این ندارم. من درد ایران و ایرانیان را دارم که همونطور که یکی از برادران گفتن، بحث ما اینه که نگاه کنید، بحث ما اینه که صراط را شعارش کردیم، در حالی که میتونیم بیاریم، چون دین ما دین واقع بینی هست، دین واقعیته. امروز مردم دارن مینالند،
از گرانی، مینالند از نداری، میدارند از تورم، مینالند از بیکاری، در حالی که شاهزاده های زمان ما دارن در اوهام به اصطلاح اوهام چی بگم حالا قارونی دارن به سر میبرن، اوهام قارونی دارن به سر میبرن. شما اینو چطور تفسیر میکنید؟ آیا این مفهوم ولایت علی در زندگی مردم هست در دنیای معاصر؟ آیا اگر یک سوال خیلی شفاف از اینا رو کنار بذاریم، اگر علی ابن ابی طالب الان جلو شما حاضر باشه، از این زندگی شما به عنوان یک ولای علی قبول میکنه، میپذیره این واقعیت رو؟ بله آقای مولا، تو دین ما، تو قرآن ما و شما، مردم همه مردم روی زمینه، عرب، عجم، ترک، فارس، آفریقا، ایرانی فرق نداره. درسته. شما اگر دلتان واقعا به مردم میسوزه، فقط که مردم ایران نیست، درست. اونهایی که در میانمار اونچنان سوختن، آیا شما دلتون نمیسوزه قرآنتون خلیفه اول دومتون؟ چرا میسوزه؟ به همین خاطرم ما در شبکه نور براش مستند درست کردیم، پخش کردیم، از مردم خواستیم بهشون کمک کنن. دست ما که یک رسانه هستیم. شما همین مسئله را ببرید پیش آقایون. چرا آقایونی که در سازمان ملل میخواست که محکومیت کشور دولت میانمار صادر بشه، چرا ایران باشه همکاری نکرد؟ چرا کنار میانمار ایستاد؟ این سوال از اونا بپرسید. آیا حضرت علی ابن ابی طالب حاضر میشه که این میلیون ها مسلمان بسوزن در آتش؟ چرا ایران محکوم نکرد؟ ایران که حامی مستضعفین دنیاست. آیا این صراط مستقیمه؟ آقای مولایی، اگر دلتان میسوزد فیلم درست کردن، پخش کردن، این شعارگران دادنه. به عربستان بگید هزینه من کاری به هیچ کشور دیگه ندارم عزیزم. من ایرانی هستم و ایرانی باقی خواهم ماند و با شعار فارسی هم میام جلو که ایران مهد قرآن بوده، مهد علمای اهل سنت بوده، دین را با همون صراط مستقیمش به دنیا صادر کرده. ولی متاسفانه امروز به مفهوم ولایی دارند بر مردم خیانت میکنن، بر دین خدا و پیامبر خیانت میشه، بر مفهوم ولایت و دیانت داره خیانت میشه. این چیزیست که شماها بهتر از من میدونید. شما در اونجا دارید زندگی میکنید، شما دارید لمسش میکنید. من چگونه به شما صحبت کنم؟ ما نمیخوام بحثمون به سیاست بکشه، ولی این یه واقعیت تلخیه، با زندگی مردم ارتباط داره. ما که نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به ملتی که همزبانش هستیم، ملتی که درد اونها رو احساس میکنیم. مسلمان غیر مسلمانش از بودجه ملی بهره دارن، سهم دارن، ولی کجا داره میشه؟ ممنونم از تماستون آقای سجاد. خب متاسفانه وقت به همین سرعت داره میگذره و زندگی هم به همین سرعت داره میگذره. دیروز من هفته قبل در اولین قسمت این برنامه بودم، امروز شد قسمت دوم، ولی هنوز هم بحث صراط مونده. صراطی که در واقعیت امر مهمترین و حساسترین جای زندگی هر انسان مسلمان و مؤمن هست. اگر بخواد درست زندگی کنه، اگر بخواد که از زندگیش با قرآن و دیانتش و ایمانش لذت ببرد، باید صراط خوب بشناسه. صراط شناختن مهمه. اون کسانی که امروز دارن انتقاد میکنن، یه برادر مسیحی اومد رو خط، یه برادر شیعه اومد رو خط، یه برادر سنی اومد رو خط، همه با هم یک صدا هستند که باید خشونت را کنار گذاشت، باید تحمیل فکر بر دیگران رو کنار گذاشت، باید آزاد گذاشت مردم تا اینکه بتونن خودشون انتخاب کنن. ولی در کنار اون باید اندیشمندان مسلمان هم آزاد باشن تا فکرشون را به جامعه برسونن. ما بر کسی تحمیل نمی کنیم. ما بگذارید آزادانه به مردم بگیم که راه چیه، چاه کجاست، راه کجاست و چاه کجاست. خودشون انتخاب کنن. پس بنابراین درد جامعه اسلامی در هر کجا که میخواهد باشد، درد عدم شناخت از راه است. ولذا جوانان ما به خاطر اینکه با قرآن انس بگیرن، گوششون به قرآن باشد، گوششون به موسیقی و آهنگه. اون ثروتمند ما به جای اینکه پولشو
برای بچه مسلمان های فقیر و یتیم و یسیر و بینوا و خانواده های نادار هزینه کند، اینطور تو کلش کردن بریز رو امامزاده مشکلت حل بشه. خب امامزاده دست کیه؟ دست 10 نفر آدم گردن کلفت شکم بزرگ که در آخرت ببینید که کجا سر از کجا در میارن، یا گشتشون در این جای دنیاست یا اونور دنیاست. بذارید این واقعیت را واقعا لمس کردیم، بذارید بگوییم، بذارید مردم بفهمن واقعیت ها چیه. خب از اتاق فرمان به من اشاره میدن که تقریبا وقت برنامه تمام هست. یک تلاوت دیگر اگر که اجازه بفرمایید با هم دیگر بشنویم و با این صوت زیبا از شیخ معاصر به نام شیخ کندری در تلاوت ماه رمضان فکر کنم با هم دیگه این تلاوت رو بشنویم. بله. To protect them. بله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا خداوند را میخوانم در این وقت میمون مبارک که همه ما و شما بینندگان عزیز را به صراط مستقیم هدایت کنه، اون راهی که خداوند ما را به اون فرا خونده، از اون خواسته که بر اون راه همیشه زندگی کنیم، اون روشی و منشی و طریقه‌ای که خدا از اون راضی باشه، در دنیا سعادتمند باشیم، در آخرت هم سعادتمند و روسفید. و صلی الله تعالی و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین والحمد لله.